این صبحی با صفاست، پاک است آن صبحی وفاست. صبحی دیاری فیضبار، دارد خزانش هم بهار. این صبحی ملکی نازنین، فیردوس در روی زمین. این صبحی میهندارهاست، صبحی همه بیدارهاست. صبحی براری کارهاست، آغاز گیرودارهاست. صبحی سفر بر دورهاست، صبحی امید و نورهاست. صبحی تمامی کشور است، از ملتی نامآور است. عاشق تو بر این صبح شو، بادا مبارک صبح نو. صبحتان بخیر و شادی باد. تبسم از لبت چون موج در گوهر کند بازی. تبسم از لبت چون موج در گوهر کند بازی. نسیم از تو رد چون فید نه در محشر کند بازی. نسیم از تو رد چون فید نه در محشر کند بازی. فلک بر مهرهایی ثابت و سیاره می لرزد. فلک بر مهرهایی ثابت و سیاره می لرزد. مبادا گردشی آن چشم میشو خبتر کند بازی. مبادا گردشی آن چشم میشو خبتر کند بازی. قدح لبریز حیرت گردد و مینو برافزاید. قدح لبریز حیرت گردد و مینو برافزاید. در آن محفل که آن شوخی پری پیکر کند بازی. در آن محفل که آن شوخی پری پیکر کند بازی. بجز مشاط این جادو که دارد نبض گسایش. بجز مشاط این جادو که دارد نبض گسایش. چون این ماره مگر در دست که افسونگر کند بازی. چون این ماره مگر در دست که افسونگر کند بازی.
شوق افسون دهد به دلی خورسند بر هر کس زی شوق افسون دهد به دل در آتش همان چون شم گل بر سر کند بازی در آتش همان چون شم گل بر سر کند بازی شما را به تماشای طبیعت زیبامنظر تاجیکستان دعوت می‌نماییم. در دامن کوه‌های بلند منطقه بدخشان تاجیکستان موضع زیبای سیاحی قرق‌ها جایگیر است که با زبان ناب تاجیکی کولی سیاه ترجمه می‌شود. سبب کولی سیاه نام گرفتن این موضع تماشاباب آن است که وقتی از بلندی کوه به آن می‌نگری واقعاً آبش به چشم سیاه می‌نماید. بلندی کوه‌های گرد و اطراف آن زیاده از 7000 متر میباشد. خود کوه از سطح بحر در بلندی 3914 متر جایگیر است. ببینید این منظره دیدنی در حلقه کوه‌های برفپوشی آسمانبوس واقع است. این موضع تاریخ خیلی قدیمه دارد که نوشتجات بالای سنگ‌ها به آن شهادت می‌دهند. اما سالا به این گوشه دلربای تاجیکستان یعنی به کولی سیاه از داخل و خارج کشور سیاحان زیادی می آیند. این موضع واقعاً تسکین بخش است. اقلیم منطقه کولی سیاه معتدل نیست. در روایت ها آمده است که در اینجا تیز تیز تندباد میخیزد. در کوههای بلند کولی سیاه حتی در تابستان هم برف ها خوابیدند. بعضی نمود چاروا که به هوایش تاب‌آور است در این منطقه نگاهبین کرده می شود. بیشتر چاروای شاخدار کلان که ما آن را قطاس میگوییم با اقلیم اینجا تاب‌آور است. با وجود این تابستان اینجا خیلی فراهم است، زیرا در این موسم هوا آنقدر تفسان است با کس روح الهام تازه میبخشد. برف‌های در بالای کوه‌ها بوده برای دریاهایی که از زیر آن جاری‌اند ذخیره خوب آبی میباشد. کولی سیاه برای عالمان بسیار پر اسرار است، چون که تا حال کسی درباره یخ‌های بالای این کوه معلومات کافی ندارد. نمناکی ساحل کوه همان معنا را می‌دهد که آب کوه کم شده ایستاده است. در اینجا رستنی‌های می‌رویند که به نمناکی شوری مطابقند. آنها گیاه‌های دیدنی و نظرربایند. بارانی زیاد باشد برف‌ها آب شده به کوه جاری می‌شوند که این برای دریاهای تاجیکستان و جهان خیلی خوب است.
این بود سیاحت ما و شما در یکی از موضع‌های سیاحی تاجیکستان، کولی سیاه.